بعد از تشخیص 7ام خازن آورد تو مدار شد 91 صدم. من دوباره با کلید گردون پله رو میبرم بیرون شد 76 صدم. دوباره کلید گردون رو آنش میکنم، پله 2 تو مداره و شد 91 صدم. الان مصرفی 28 بدون خازن. من میرم دوباره خازن رو آنش میکنم. 23 تا بعد از آن شدن خازن. آن اسم امکانش هست یه قطع و وقت فیلم بفرست. پله دوم رو صفرش کنیم. خب الان پله دوم صفر شد. آنش یه دوباره آنش کنیم. این هم از وارد خازن.